سلام، خوش اومدید به پارت 4 ماینکرافت فارم زامبی و چند تا اندرمن خوشگل اینجاست. یه فکری سبز نه بکنم کجا بره کم بردم خدا ببینیم اینا ایچو باید نگاشو میکنه بکن تو ته نگاشو اینجا هیچ گوهی نمیتونه بکنه در راحت میزنه ای بابا اون باسم بیش خوش اندر پیش دارم چرا نمیده هی یو دارم نگات میکنم دارم بخورش بیا داشتم میگفتم خب چاره من توی فارم زامبی جزیره فارم زامبی تبرم خوب تبرم گم شد چوب نداریم اصلا باید دایمه دارم خوبیشونه حتی قیلی دو ستایی دایمه داریم بزنم بکشم درخت اصلا چوب نداریم امروز باید تا جایی که میشه فقط چوب جمع کنیم غذا که داریم خوب باید کل چوب میرسیم و غذام داریم امروز میخوایم بازم بریم گشت و گذار اون شب بازم چیز بگیشه میخوام برم اون ویلیجی این گندم ترید کنم اون یکی هم ترید کنم قشنگ دیگه آره دیگه مانی اگر حوصلتون سر روز اینجا جرم چوب بکنم میخوای بزن جلو چون قرار پول بشه اول یه تبر اینستاگرام تبر بزر الان چونم دیگه میریم سراغ کشتن زامبی ها این نیزه داره دیدید یه آهن نیزه هم آهنیه به درد نخوره بزر قشنگ زیاد جشن جمع بشه آقا من یه چیز متوجه شدم این زیر اینجاها انگار اون نگاه کن اگه خیلی دقت خود نگاه کنی اون زین که به اینجا وصله انگار یه چی هست شاید من دارم توهم میزنم هوا خیلی گرمه جعبه دیگه نیاز نداریم ولی خوب نه نمیخواد نمیدونم اول درخت بذارم یا این بکن درخت رو بذاریم خودشون اینجا روش کنم بعدا میریم سراغشون میریم سراغ اینا رو بکنیم و دیگه بریم بفروشیم با ویلیجره اگه یادتون باشه پارت قبلی یه ویلیج کوچولو دیگه میکنن 2 تا ویلیجر داشت
بریم اونجا با اون ترید کنیم با این گندمه. فکر کنم دهنم سر این سرویس بشه. هواگرم هرکی تو خوزستانه بعدش از اینم بدتره. فکر نکنم با ویلیجر بتونیم ترید کنیم. این 4-5 جمعه برسونیم. ببینم بازم استخون بله داریم. شما تو جمع کنم بریم. ببین اینجا بزرگترش کنم هیچ بس میشه دیگه. یه چیزی هم پیشیکی حالا کم کم شب هم میشه. تا میشه کم دیگه داره شب میشه. خب اینجا لک خورده باید بکشم. از اونجا که اونجا شب چه بزرگ بکنید از این استفاده کنید. لک رو کم کنید. کمپیون یه چه بسیاری بکنید کنید. دهنم سر کام شدن سرویس بشه دیگه. اینقدر که زیادم شکست در نهایت ولی لاگ حداقل کم کرد.
افتاده سربره همه کوچه هست پس سریعا چیز دوباره بسازم تا زیاد نشده کجاست یو علی باید انقدر شمشیر بسازم چقدر شمشیر علی باید شروع کنیم تموم شد دیگه ده سرویسه وای بدبخت شدم دهنم سرویس شده نه دیگه بلاک ندارم چیکار کنم وای حاجی دهنم سرویسه یعنی همین میخوام غذا که باید بخورم باید سری بلاک بردارم وای از کی از اینا پیدا کرده وای ده بفهم ضعیف وای دارم میمیرم این کیره برم کجا منو پیدا کرد گو خوردم به خدا گو خوردم کجا یو علی با بیزنمش وای حاجی چه مصیبتی شدی چجوری مثلا کلیپر ترکی بیا اینقدر سخته وای بزن جونم اول پرشه این منو بزنه من به فوت رفتم او یعنی ببخشید اشتباه شد فیک باید بایستم تو جونم پر بشه نگو در خونم بازه خدایی در خونم باز نباشه فکر کنم چقدر بد شد تو رسیدم اونجا باید یه جنگم اونجا شروع کنم اونجا رو اسپویل میکنم رد میکنم که شما چیز کنید بعد کل به فوک رفتنی برم احساس آب بزنم یعنی سر کلیپر دهن من سرویس شد هی به رفتم قبل میامدم بزنمش فرار میکردم میامدم بزنمش باز سر این کله این پیدا شده و من رو این نگاه نمیکنم
بزنم سر جاش. من میرم مپم بریم ببین ویلیجی رو یه چیزای فرو داشت. بریم بفروشیم دیگه. این اینجا یعنی اینم این برسه. کی میرسه؟ خب آقا حتما چنل سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و پارت بعدی بگید چی کار کنم. سلام غلام عزیز، اومدم بهت بفروشم. ای بابا کلیم همینقدر شد. این بقیهشو نمیخوای؟ میخوای بیا دیگه. اسکام نگفتاجی بیبرم. نه همینجا باشه. خوش از اون استخونا می آوردم خوجی برده. چقدر فقط اون اسکلتونه که فقط اسکلتونا دهنه کلیپره باز میذاره درست سخت بود، ولی اسکلتونه عذاب. هی میرفت خونه هم میومد بیرون، بعد من میومدم سر میومد بیرون. باید برم اون پایین ببینم اون چیه. امروز باید پیدا کنم ببینم چیه. نکنم بذاریم داخل اینجا هر 20 تا اینقدر بخواد بس سختش اصلا نمیشه. همون مثل که یه صدای اسکلتونی اومد اگه دقت کنید. بریم اول ببینم پایین چیه. کلا یه غذا مونده برام. آهان اینجا سریع برو. باش اوی نفس کم نید. اوی میرسم رسیدم. بذارم اینجا. خب آقا این پورتالم جور شد، سنگ بی نهایت هم جور شد. میدونی چرا؟ سب کن ببینم. ولی من بریدستون که نه، فقط بیزدی. کلن چقدر خطر خواهد بلاک مشکل بلاک کلن 2 تا بلاک سنگ کاری نمیشه که
اینجا بذارم اینا میسوزن. این برم خطرناکه. من در این صورت خطرناکه. بلک جز چوب چیز دیگه ای نداریم. من دارم کلیپر اوه دی خیلی دیدم بسیار نمیتونه کار کنم. خیلی راحت اینو بردارم ضعیفت بد مشکل غذا پیدا شد، یعنی نرسیدی رسید. نه مثل اینکه نیاز به چیز داریم. بذار اول یه غذا درست کنم، حداقل برای خودم غذا داشته باشم. والا گفتم الان یه جور ازم خرید میکنه که الان پولیا رو خیلی بیلا خب